مرحمت برادر عبدالرحمن، هر دومون موندیم انشالله شما صحبت کنید، بعد ما خاتیمه با صحبت میکنیم، جمع بس میکنیم برنامه را. بله، سلام علیکم برادر زید بابویف و علیکم السلام. کل مردم تاجیک و کل بینندگان برادران دوستان. برادر زید در قضیه واروخ مقصد که خاکی وطن است، مقصد پرچه جون است برای ما. انشالله اینجا ملت ما اکا و دادر برادرای ما زندگی میکنن که امروز این شب روز آواز من خوب است برادر زید. بله بسیار سپره، بسیار خوبه. این شب مقصد در یک فاجعه که مقصد بسیاریش من میبینیم نه شب خوبه نه روز خوبه. مثال کلفت دارن در باره مثال که قمچیبک توشیف ما میشنویم برادر بعضی رسانه پرچه پرچه با بعضی ژورنالیست ها بگیم به زبان روسی تحلیل کردیم باور که درد مون میکنه برادر که میگه که جیگیتی میگه کرگیزی جیگیتی ای مردن شما به نیسته ای حکیمیت. مقصد ای یکمین بو مقصد وای مسئولیت یتیم فایکی در برابر استاتوسش بله بله یا خفه. وزارت امنیت وزیر امنیت مقصد قرقیزستان برآمد چقدر تحقیر کرد در حقیقت هم ملت بله هم پرچه وطن ما را صاحبی میکنه. میگه تو تاریخ های دروغ پیشنهاد کرد. این مرده که خوب خب پایده مثال بگیریم باید نو بسته ای دیگر مسئله ای دیگر اورونیو مثال پرزیدنتش دیگر شو پرزیدنتی ما باید این مردک میبرومد در جواب او یک جواب سخت میگفت که تو حق نداری در رسانه ها مقصد در جهان این سخن گپ زنی پهن کنی ملت مرا وطن مرا مقصد که بگوی که حق ما های مقصد نه برعکس ما باید میدانیم چی گفتن، با یا برعکس گفتن که او باید این کار نمیکرد، سخن دیپلماتی پس پرده به سکرت بود، باید اشکار نمیکرد، یا با برعکس تری چیش کردن، شمالش دادن. برادری ای همه جهتی اوشه ضعیفی انسان از ضعیفی مردک از موقع ملت شما ضعیف کرده با حکمرانیاتون. مثال بگیریم برادر نمیتونی برآمده گپ زنی مردم ای سرکوب نکنین چوا اینقدر جوانای ملت هم مقصد سرکوب کردن ده میتونین مقصد میدوین گفتی چی که اذیت میتین برادر مقصد خوین میگین خوین حالا این که شما خودتون هستین خوین و زمین هم تحقیرا خب کردین همون مردمی همون محل نفس مقصد تنگ کردین. هر یک مبارز هر یک آزادی خواه هر یک جوان مرد مقصد وقتی که سخن میکنه شما او را تحقیر میکنین شما او را پیگرد قرار میتین بلا بدتر میکنین. آخه همه مثال با گفته های همون رمضان برادر رمضان حسینیان همچو یک دادر همچو یک برادر همچو یک هموطن خود ما الحمدلله همچو یک برادری و یا هستیم. خدا خواهد ما مثال آماده ایم انشالله که این برادرایی که ملت ما مقصد که همین قدر سخن میکنن خدا میگه مو مقصد با موقع همین اراده شون جسارت شون حقیقی بگیرن و حقیقی باشن. همین وقتی که سخن از زبان برآمد انشالله باید مرد وقتی که گپ زد لفظ داره انشالله که از الله ترسیدن در کار در او قدمایی که حق استوار ایستادن در کار انشالله ما هستیم. این برادر ما جانبداری میکنیم هر چی که گفت هر چی که خواهش کرد هر چی که پیشنهاد کرد انشالله ما در پیشنهادهای برادر مقصد که جانبداری میکنیم هستیم انشالله. و دیگر گفتنیم که برادر زید میتونن امنیت ما هر یکی ما را نزدیکای ما برادر روزی در فشارن و در عذابن با مقصد هر یک انسانی که من مقصد برادر برآمد کرده گپ زدگیم ای با میگم که جمع که دامادت خش تبارت بخدا مردم از سیل کردگی باز یک دو داره گفت که اگر قب کنیم خانه مونم میگیرن خانه مونم گرفتیان برادر مهنت مونم گرفتیان
ولی میگویی خیش تو میبروی حساب منبوع دولتی یک جورا منفرش میکنه 10 تا کامera میبرن. الحمدلله مو نگفته مردم میدونه ما کردگیم کیلومترو کردگیم ای مهنت خود مقصد گوشه وطن آباد اخی نمیمونه خیشت نمیمونه مقصد تبرد. اخ ما همه فکر میکنم برادر زید دیگر گپش نمیگذره همین افراد تورتنه گوری جمع شده بسیار شده حرام جمع کرده مقصد پولدار شده یک کودکش در لانکروزرو چند صد میگرده مثال برادر. آخه مردم هم میخواه زندگی حلال داشته باشد تو که شما خیلی میکنید نه مرز بوم نه مقصد که کار و کارگاه ای ارده یکم چی نمیبره پس چرا اینقدر تاخیر میکنید چرا اینقدر اما هر یک دوستی ما هر یک مقصد که نزدیک ما یک اوف میگه من همین برای مقامات ها گفته بودم که خیشه های همه ما را مقصد که چیز چوره مونا کشیده گرفتگی تهدید کردگی ما ای وطن بیرون شدگیم بگذار شما بفهمین ما یکم خواهی نیستیم. حالا اینکه همه برادرها گروه حرکت سیاسی 24 هم نهضت چند دیگه هم ما دیدیم ما بعد پیگیری کردیم مثال دیرتر هم باشه برادر حق در بر حق هستیم انشالله در راه حق هستیم میگیم حق بگذار ما باشیم شما قوت قدرت دارین من رقم موندم پس چی در کار مقصد که مکانایی که ما مهنت کردیم اطرافی که در یک جا یک دوست داریم به خانه او رفتن فشار آوردن یک تهدیدهای بیهوده کردن همه چی منفیت میبرن برادر زید من نفهمیدم من نمیفهمم بدونن که انشالله ما در راه استواریم ما روز میشوه که الله ما را اگر نصیب کرده باشه روبرو هم گپ میزنیم حرکت میکنیم به سوی وطن ما اگر ای وطن بیرون هم باشیم همه هوش یاد و خیالمون در وطن است انشالله در مقصد که پرابلمایی که وطن داره در او پرابلمو هستیم همین را فهمان برادر همین فرصت ما هم استفاده بردیم رحمت که ما را شنویدن برادرها شما مقصد الله همتون نگهبان باشه هستیم انشالله جان در وطن داریم بفهمن امیره بدونن حق میگیم اگر که کامera دیگه چیکار میکنین توکلتون به خدا نه که فراموش نکنین که روز میشوه انشالله که شما هم در نزد ما در نزد ملت جواب میگین برای که شما ناحق معامله میکنین حق ندارین که وقتی که ما یک انسان سینی 18 نیستم 40 رفتیم و همه چیزی ما را بکشیم بگیرین ما حقوق داریم ما هم الحمدلله حقوق خودمون میدونیم ما حالی هیچی را با هیچی دعوت نکردیم نه که میکنیم ما حق خود طلب میکنیم چقدر که امکانیت های پیدا میکنیم حقوقی دیگر خیل همه ما استفاده میبریم انشاءالله تا روزی هستیم ما در این موقع هستیم انشاءالله برای همون با یک بار دیگه من تاکید میکنم نکنه نرو مثال انسان باشین دیگر جا در پرابلم های گلوبالی در دیگر جا شما با یک سرکوب کردن با یک ترسوندن یک مقصد نزدیک ما را یک انسان قدیمو یک وقت دوست بود سلام علیک بود از میره فشار میارین این خوب نیست در یگام دایره در یگام موقع توغری نمیگیره که شما همه راه پیشه میکنین خیال میکنین که ما را میترسونین یا که ما میگردیم ایره اوجه جان ما را شما در نوک بینی آوردین بعدی که نشید باقی در امان الله باشه برادر میره گفتنی بودم خداوند همه را نگهبان باشه یک اراده خوب بگیرن ای روی ایمان ای روی وجدان ای روی ناموس مردی عمل کردن در کار حداقل درباره مظلوما که باشین درباره اپا و خواهر و مادرایی که عذاب میکشن اشک میریزن باور که روز میشه شاید مقصد روزایی بود که ما هم یک خیلی مقصد که حالت را شنویده قطعا در مردی با وجدان مردی با ایمان جگرش میسوزه اگر که به ناموسو مقصد که وای نباشن در این حالت ها نادیده بگیرن نه که ما انشاءالله که نادیده گرفتن نمیتونیم برای همون در امان الله باشه برادرو حرکت کنیم که و پیش رویم مثل
از نزدیکتر یک موقع بگیریم که ما را همین قریبتر بینن که احساس کنن یا فکر میکنن که به همین مقصد که نامردی نوجوانمردی حرکت همینا خیال میکنن ما را مقصد که زیق میکنن یا که ایره میگردیم. نه ما یکم کاری غیر قانونی نداریم ولی انشالله همه چی در دایره قانون. ما شما را کی بدن کنن نشان میکنیم. ایره گشتنی نیستیم. بعد گشتنی نیستیم با چی حرکت چی قوت توانایی داریم بر ضد شما. ما همه ستاره مقصد اصلی شما را میخواهیم که جهان بفهمه. توکای برادر زید من همون جوانی همون دورای 91 92 من بگذار همین به عقلایی که گپ میزنن گپ نزنن همون گپورا. الله نشون نده همه تفریقه انداختن یا حکمرانی کردن دیگه همه چیزا ما مقصد که متحد میکنیم انشالله پیش برادرای نمیفهمیدگی یا خیلی معامله میکنیم که بگذار بفهمن. او گروه گرفتی خواهین ملت گفتی ای وطن به وطن کردی، او گروه گرفتی خواهین ملت گفتی کشتی ترمه کردی. باز یک اومده گروه مهاجرو یک مقصد که گروهی که همه 2 میلیون باشه 6 میلیون دیگر داخل وطن میخرونه، فرزند پدر مادر خش و تبار توی و تماشا همه چیزای همیا میلیارد میرفت. بازی با میلیارد 50% چیزای به هر حال میروه میخرونه. تو نداری همون خیلی قوت را همون چیزی را نساختی که همین ملت از همونجا مقصد که استعمال کنه، از همونجا افزایش بیاره و از همونجا مقصد کمبودی بود کنه از داخل تو بعد زبان درست گپ زنی. با میگم که خش تبارات جمع کن. همه پرزیدنت ما مقصد در نظر دارم خش تبارات جمع کن. ما با فکر میکنم که دیر شدگی برادر بسیار چیزا دیر شدگی بسیاریاش کمانده شدگی چون که ملت ما تستر مربچای ما بفهمن یک قدم پیش بزنیم انشالله که همه جای خشا خوب میشه و میگیره. الله نگهدارتون برادر. سلامت باشی برادر. نگهبان. توجیه خداوند سربلند کنه از این آفتا دور کنه پروردگار تستر. سلامت باشی برادر.